بچه ها من گنگسترم. حالتون چطوره؟ امروز بدید به ویدیو جدید از کانال یوتیوبمون. بچه ها امروز بهتون میخوایم یاد بدیم که چطوری پرتاب کننده TNT بسازید. قبل سراغ ویدیو لایک کامنت دنبال فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها بریم سراغ طلبون. بچه ها چیزهایی که نیاز داریم: باکت واتر، ردستون داست، دیسپنسر، لور، ردستون کامپیوتر، TNT و گلاس بلک. بچه ها ببینید بچه ها ویو رو حال میکنیم. بچه ها جدی ببینید ویو رو. بچه باید توی این فضای همینطوری باشیم. سلام آقا گاوه چطوری؟ ببینش خدا. بچه ببینید بچه ها TNT بچه ها باید 10 تا استک برداریم. بچه ها بریم سراغ آموزش. بچه ها ببینید اول بچه دیسپنسر رو برمی‌دارید، یه دونه دقیقه، یه دونه فاصله، یه دونه جلو بذارید، یه دونه کنارش، شیفت رو بگیرید، یه دونه بریم بالا. همین کار رو هراتون انجام. بچه ها ببینید دوباره خب بیاریم بالای همین دیسپنسر کنارتون. ببین بچه ها کنارش دقیقه یکی میذارید، دوباره بریم بالا. بچه ها باید شیفت هم بگیرید. ببینید بچه دوباره من اینجا و اینجا. خب اوکی بچه ها ببینید بچه ها به این فضای اینجوری در میاد. حالا بچه ها بریم TNT ها رو هم بذاریم. TNT ها و بچه ها باید TNT هاتون هم توی هر دیسپنسر یه سک بذارید. اگه دوست داشتید دلخواه خودتون بذارید کلشو پر کنید. ولی بچه ها از نظر من باید یک استک برداریم کافی. بچه ها اگه بچه کانال یوتیوبمون به 1000 دنبال کننده برسه یک بسته 24 تا کیمونه میرم میخرم. جدی. بچه ها راستی کانال آپاراتمون و اینستاگراممون رو فالو کنید که لینک کانال هر دو تا کانال زیر این ویدیو هسته. چیکار باشه باید این رو شبیه. خب بچه این فضا که در اومد خب باید یک جلو بچه باید اینجا درست کردیم. بچه ها باید ردستونا رو بچه ها باید دقیقه روی همین ها بذاریم. میریم بالا ردستون اینجوری بچه شد. خب ردستون کامپیوتر رو بچه اینجوری بیذاریم. این دکمه کجور رو روشن بکنید. لور هم بیذارید. ردستونا رو به این وصل بکنید. ببینید عمو کجا شد؟ ای بابا خراب شد که. ول کنید بچه ها دوباره میریم بسازیم. دوباره بچه ها ببینید باید تو آب اینجا بذاریم. خب بچه ها بریم سراغ دیدنش. چرا اینجا آمدیم؟ خب بچه ها اینجوری بچه ها هرچی بیشتر TNT بذاره بیشتر شد میشیم قاطی باقالی ها. فقط بچه ها تو آب هم میتونید درست کنید، تو اینجا هم درست کنید. خب دوستان عزیز امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک کامنت دنبال فراموش نشه. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.